درود به مخاطبین عزیز. چند روز پیش من یک ویدیو منتشر کردم در خصوص سوء استفاده هایی که از برند پادشاهی میشه و میان برای خودشون کنسرت میذارن و بلیط فروشی میکنن و عکس شاهزاده رو میذارن، بعد زیرش تبلیغ کنسرت رو انجام میدن و نوک پیکان حمله های منم به سمت شاهین نجفی بود. حالا امروز یک ویدیو 13 دقیقه‌ای منتشر کرده و به نوعی اومده جواب داد. حالا من تیکه های این ویدیو رو میذارم و قسمت های مختلفش رو برای شما تحلیل میکنم و جواب میدم. امروز میخوام خیلی شفاف و خیلی بی‌تعارف صحبت بکنم. صحبت های من نه از سر عقده است، نه از سر دشمنی شخصیه، نه از سر اینکه کنسرت میخوام بذارن نذارن، نه مشکل دارم با اینکه یک هنرمند میخواد پول در بیاره و پول در نیاره. بحث من سر یه چیزه: آیا میشه از شعار پادشاهی، از تصویر شاه، از احساسات پادشاهی خواهان، از کمپین سرباز شاه، از اسم شاهزاده رضا پهلوی برای تبلیغ کنسرت و فروش بلیط استفاده کرد یا نه؟ خیلی سوال ساده یه دیگه. من گفتم آقا این کار غلطه. گفتم جاوید شاه شعار فروش بلیط نیست. ایشون تبلیغ کنسرت کرده، بعد زیر پستش نوشته جاوید شاه. گفتم آقا عکس شاه ابزار مارکتینگ کنسرت نیست. گفتم پادشاهی خواهی برند تبلیغاتی هیچ خواننده و هیچ برگزار کننده ای نیست. حالا شاهین نجفی اومده جواب داده دیگه، ولی به جای اینکه جواب همین سوال ساده رو بده، بحث رو برده سمت اتحاد و تفرقه و جمهوری اسلامی و فقر هنرمند و نمیدونم کار تو اوبر و رستوران و جنگ و اسلحه و سربازش. حالا تیکه تیکه براتون حرفاشو میذارم و جواب میدم. تیکه اول صحبتشو بشنوید. کمپینی را افتاده با عنوان سرباز شاه که به نظر من بسیار حرکت مهم، درست و به جای، خصوصا در این شرایط خاص سیاسی که درش هستیم، در میانه انقلاب، در اوضاع جنگی که بیش از پیش به همدلی، یکپارچگی و اتحاد سیاسی نیاز داریم و این اتفاق افتاده. کاملا درست. منم با اصل اتحاد مشکلی ندارم، با کمپین سرباز شاه هم مشکل ندارم. منم معتقدم که الان ایران به همدلی نیاز داره. اما سوال من این آقای شاهین نجفی از شما: اتحاد یعنی کسی حق سوال پرسیدن نداشته باشه؟ اتحاد یعنی اگر کسی گفت آقا از شعار سیاسی برای تبلیغ کنسرت استفاده نکن، سریع بگیم این ابزار نمیدونم فلان، این آدم تفرقه اندازه؟ اتحاد یعنی هر کسی اسم شاهزاده رو آورد، هر کاری کرد، هر تبلیغی کرد، هر بلیطی فروخت، دیگه کسی حق نداره ازش نقد بکنه. این اتحاد نیست، این میشه چک سفید امضا. اتحاد یعنی ما دور یک هدف جمع بشیم، نه اینکه احساسات مردم رو تبدیل بکنیم به یک برند تبلیغاتی. بعد اگه کسی اعتراض کرد بگیم داره به نفع جمهوری اسلامی کار میکنه. من دقیقاً برای حفظ حرمت همین مسئله دارم حرف میزنم. چون وقتی شعار سیاسی و خرج تبلیغ تجاری بکنیم، خود اون شعار آسیب میبینه. ملت ایران برای اولین بار در این 4 دهه به یک شعار رسیدن و پرچم برافراشته شد و رهبری ملی قیام مشخص و اعلان شده. یعنی خطوط پیش روی ما کاملا مشخصه. هر شکلی از ایجاد تفرقه و شکسته شدن این خطوط عملاً به نفع جمهوری اسلامی. ببینید چقدر قشنگ بحث عوض میکنه. من گفتم آقا از برند پادشاهی برای فروش بلیط استفاده نکنید. بعد این چی جواب داده؟ هر کسی نقد بکنه، تفرقه ایجاد بکنه، به نفع جمهوری اسلامی. نه عزیز من، این مغلطه است. اتفاقا جمهوری اسلامی دقیقا از همین اتفاقات داره استفاده میکنه. وقتی ما داخل جریان خودمون همچین شفافیتی نداشته باشیم، وقتی هر کسی اسم شاهزاده رو آورد دقیقاً قابل نقد نباشه، وقتی هر کسی شعار جاوید شاه گفت، زیر پست کنسرتش نوشت جاوید شاه، بگه من در مسیرم، من سرباز شاهم، منو نقد نکنید، این که نمیشه. نه، من اینو قبول ندارم. شاهزاده رضا پهلوی برای همه ماها یک مسیر سیاسی و ملیه، نه سپر تبلیغاتی برای کسی. پادشاهی خواهی برای همه ماها یک باور و نگاهه، نه ابزار فروش بلیط.
فرق داره بین اینکه یک هنرمند سیاسی باشه با اینکه سیاست رو تبدیل بکنه به کمپین تبلیغاتی برای تور کنسرتش. کافی نیست که من بگم شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر انقلاب قبول دارم، رهبری انقلاب شیر و خورشید در واقع میپذیرم، ولی مثلا دفتر رو نمیپذیرم، تیم مشاوران رو نمیپذیرم، پروژه شکوفایی رو نمیپذیرم، دفترچه گذار و اون برنامه رو نمیپذیرم. نه، اینجا هم باز یک بحث خطرناک مطرح میشه. یعنی چی که کافی نیست بگیم شاهزاده رو قبول داریم؟ یعنی از این به بعد هر کسی شاهزاده رو قبول داره باید هر دفتر، هر مشاور، هر اطرافی، هر پروژه‌ای، هر تصمیمی، هر تبلیغی، هر آدم نزدیک یا دور اون آدم رو بیچون و چرا قبول بکنه؟ این دیگه سیاست نیست، این دیگه مبارزه سیاسی نیست، این میشه تقدیس سازی، این میشه بت سازی. من شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک محور مهم سیاسی و ملی میبینم، اما معنیش این نیست که عقل و نقد و سوال و شفافیت رو تعطیل بکنم. اتفاقا اگر ما به یک مسیر سیاسی باور داریم باید بیشتر مراقب باشیم چه کسی با اسم اون مسیر، با احساسات مردم، با شعارهای مردم، با نهادهای مردم بازی میکنن. من دارم از حرمت اون مسیر دفاع میکنم. من دارم میگم جاوید شاه رو تبدیل به کد تخفیف و بلیت کنسرت نکنیم. این کجاش حمله به شاهزاده است؟ این کجا حمله به اتحاد ملیه؟ که من اجازه ندارم که به همسنگریم به کسی که ذره‌ای به این انقلاب داره کمک میکنه توهین بکنم، فحاشی بکنم، بی احترامی بکنم، تحقیر بکنم، از خودم گرفته تا بقیه. خیلی خوبه، منم موافقم. توهین نباید کرد، فحاشی نباید کرد، بی احترامی نباید کرد. اما سوال ساده اینجاست آقای نجفی، وقتی خودت و اطرافیانت، آقا من مثال ساده‌ش هم دیگه، به من حمله میکنن، اون موقع این قانون اتحاد و احترام کجاست؟ رفیقای خودت ویدیو گذاشتن تو این چند روزا، اقرارم کردن که تو برنامه دو سلوف من بی احترامی کردن. آقای امین فردین نکن برادر، نکن. توی ویدیوت هم چند بار گفتی سکوریتی منو گفتی که رو استیج نمیخواستم بذارم رو استیج باشی، پرتت کردی پایین رو استیج. وقتی من رسانه داشته باشم، وقتی من برنامه داشته باشم، وقتی نقد میکردم، وقتی حرف میزدم، چرا اون موقع حمله به من اشکالی نداشت؟ چرا اون موقع اسمش تفرقه نبود؟ چرا اون موقع اطرافیان شما به هر کسی که میخواستن میتاختن؟ کسی با اتحاد نمیافتاد. مشکل من همون دوگانگیه. شما حمله میکنی میشه نقد هنری و سیاسی، وقتی به شما نقد میشه تفرقه، جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی، شکاف، نفاق. نه عزیز من، این بازی دیگه قدیمی شد. من نوعی حتی اگر فتوای ارتداد روی گردنم باشه و 13 سال 14 سال در شرایط امنیتی هم زندگی بکنم که وقیعا بهش نمیگذارم، من هم اجازه ندارم بیام این وسط به آن چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که تفرقه است دامن بزنم، نفرت پراکنی بکنم. کسی منکر فشارهایی که به شما وارد شده نیست. کسی منکر این نیست که شما هم هزینه دادی. کسی منکر این نیستش که علیه جمهوری اسلامی موضع گرفتید. اما سابقه داشتن مجوز سوء استفاده از احساسات سیاسی مردم نیست. منم سالها هزینه دادم. اینترپل برام اومده، نمیدونم کلی اموالمو تو ایران مصادره کردم. منم رسانه زدم، منم ویدیو ساختم، من هم از یوتیوبم درآمد داشتم، منم اون درآمدو کمک کردم. بعد از اتفاقات مهسا امینی استارلینک فرستادم ایران. 18 و 19 دی ماه هیچ کسی تصویر نمیتونست از ایران بگیره، ما از طریق استارلینک میگرفتیم. بله، خرج کردم، ایستادم و فوش خوردم و توهین شنیدم، اما نیومدم هر کاری بکنم بگم چون من سابقه دارم کسی حق نقد منو نداره. خودت میگی 19 سال کار سیاسی کردی، باشه. سوال منه در این 19 سال خروجی سیاسی مشخصت چی بوده؟ شاهزاده رضا پهلوی توهین کردی. جناب شاهزاده، جناب منظورتون آقای رضا پهلوی، من ایشونو از نزدیک بارها گفتم نمیشناسم و آرزوی موفقیت دارم، نظر خاصی ندارم در موقع. اساسا نظر من چه اهمیتی داره که در مورد آدم ها من سعی میکنم نظری ندم. در مورد مفاهیم صحبت بکنیم.
در مورد کسایی که تف کرده شده صحبت نکنید. یه عده هستن که خطا کردن، تف کردیمشون، تموم شده. حواس باشه. یه مدت ضدش بودی، بعد موافقش شدی، بعد چپ شدی، بعد راست شدی، بعد بالا شدی، بعد پایین شدی. خروجی توی 19 سال چی بوده؟ بعد از انقلاب مهسا امینی دقیقاً چه کاری کردی که امروز هر نقدی به تبلیغ کنسرتت بشه حمله به انقلاب حسابش میکنی؟ این سوال دشمنی نیست، این سوال شفافه. آیا فعالیت سیاسی، یعنی هر وقت کنسرتت فروش رفت، اسمش بشه میدون مبارزه؟ یا وقتی که قبل از ماجرای اتفاقات مهسا امینی کنسرتات 50 تا دونه بلیت میفروخت و بعد از موج سیاسی فروشت شد 1000 تا و 2000 تا، این سوال پیش نیامد چقدر از این رشد محصول فضای سیاسی و احساسات مردم بوده؟ من نمیگم تو حق نداری کنسرت بذاری، من میگم از فضای سیاسی سود بردی. حداقل نه یا منتقد رو متهم بکن. من اگر بدونم اجرای موسیقی خودم، حتی من نوعی همین شخص که نمیدونم، حالا هر کسی به هر حال زحمت کشیده کار خودش رو انجام داده، من هم بدونم که به ضرر قراره برسونم، انجام نمیدم. و وقتی دارم انجام میدم یعنی میدونم دارم چی کار میکنم، یعنی میدونم کدوم مسیر هستم. خب دقیقاً مشکل همینجاست. شما میگی چون من دارم انجام میدم پس میدونم دارم چه کار میکنم. یعنی چی؟ یعنی خودت هم قاضی، هم متهمی، هم شاهدی، هم حکم نهایی رو خودت صادر میکنی. این منطق قابل قبول نیست به نظر من. ممکنه شما فکر کنی کاری که میکنی به نفع مسیره، ولی بقیه هم حق دارن بگن که نه، این شکل تبلیغه، این نوع استفاده از شعار، این نوع چسبوندن کنسرت به کمپین های سیاسی به ضرر همون مسیره. اگه نقد نباشه هر کسی میتونه بگه من خودم میدونم چیکار دارم میکنم. خب جمهوری اسلامی هم همینو میگه دیگه، هر گروه سیاسی هم همینو میگه، هر برگزار کننده هم همینو میگه. مسئله این نیست که شما خودت فکر میکنی کار درسته، مسئله اینه که جامعه حق دارن بپرسن مرز فعالیت سیاسی و تبلیغ تجاری کجاست. حالا این وسط عده‌ای ممکنه فریب بخورن، فریب همون نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو بخورن. حالا این نیروی نیابتی یه زمان در سوریه داره میجنگه، یه زمان داره میکروفون در واقع دستشه، برنامه داره ضبط میکنه، حرف داره میزنه. این خطرناکتره. نگاه بکنید ببینید چه کسانی چی دارن میگن. کسی اگه اومد گفت اعلی حضرت شاه فلان، بعد اومد عناصر دفتر رو زد، مشاورا رو زد، این مشخصه، این قشنگ نشون میده که یه جای کار داره میلنگه. چون به خود شاهزاده نمیتونن حمله بکنن، اولین کاری که میکنن میان به اطرافیان حمله میکنن. اینجا دیگه باید خیلی شفاف و روشن حرف بزنیم. اینکه هر نقدی رو وصل کنیم به جمهوری اسلامی خطرناکترین مدل فرار از پاسخگوییه. من دارم درباره تبلیغ کنسرت حرف میزنم، درباره پوستر حرف میزنم، درباره شعار حرف میزنم، درباره استفاده از نمادهای سیاسی برای فروش بلیط حرف میزنم. جوابش نیست که بگیم اینها نیروهای نیابتی هستند، اینها فریب خوردن، اینها نمیتونن به شاهزاده حمله بکنن، پس دفتر شاه و مشاوران و اطرافیانش رو دارن میزنن. نه، این جواب نیست، این برچسبه. شما اگه جواب داره بگو آیا استفاده از شعار جاوید شاه برای تبلیغ کنسرت درسته یا نه؟ آیا استفاده از عکس شاه در فضای فروش بلیت کنسرت شما درسته یا نه؟ آیا هر هنرمندی اجازه داره احساسات یک جریان سیاسی رو خرج تبلیغ خودش بکنه یا نه؟ به جای جواب دادن به این سوالا چرا منتقد رو میبره زیر سایه جمهوری اسلامی؟ اینا همون روشیه که ما همیشه بهش نقد کردیم. هر کسی سوال پرسید بگیم وابسته است، هر کسی نقد کرد بگیم فریب خورده، هر کسی اعتراض کرد بگیم تفرقه انداخته. نه، این ادبیات آزادی خواهانه نیست. به دوستان اشاره میکنم سیاست جای احساس نیست. اونایی که احساسی هستن به هر دلیلی ممکنه گرفتار این تله بشن. دقیقاً سیاست جای احساسات نیست. پس چرا از احساسات پادشاهی خان برای تبلیغ کنسرتت استفاده میکنی؟ چرا از شعار احساسی مردم برای فروش بلیط استفاده میکنی؟ چرا از تصویر شاه فضای پادشاهی خان برای گرم کردن بازار تورت استفاده میکنی؟ اگر سیاست جای احساسات نیست پس بیاید منطقی حرف بزنیم دیگه. منطقی اینه که کنسرت داری برگزار کن، خواننده‌ای بخون، مخاطب داری بلیط بفروش. هیچکس مخالف این نیست. اما وقتی پوستر رو تبلیغت رو میبری زیر چتر پادشاهی،
وقتی کنسرت رو میچسبونی به کمپین سیاسی، وقتی شعار مردم رو میذاری کنار فروش بلیت، حق نداری بگی چرا سیاسی نقد میشم. خودت سیاست رو آوردی وسط تبلیغ، نقد سیاسی هم باید تحمل بکنی. بعد یه دیگه از اون حرفای عجیب میزنن، میگه بیا کنسرت خیابانی بذار. کنسرت خیابانی از کنسرت توی سالن خرجش بیشتره. همین آدم هایی که تو عرصه هنر هستن و بده اینکه آرتیست بلند میشه میره اوبر میکنه، اینکه آرتیست میره تو رستوران کار میکنه بعد از این همه فعالیت، این تلخه، این درده. بله باز هم بحث عوض شد. من نگفتم هنرمند نباید پول در بیاره، من نگفتم کنسرت رایگان بذار، من نگفتم آقا برو تو خیابون بخون. بحث این نبود. بحث من اینه که پول در آوردن با هنر یه چیزه، پول در آوردن با چسبوندن هنر به شعارهای سیاسی یه چیز دیگه است. خواننده ای حق داری کنسرت بذاری، حق داری پول در بیاری، حق داری بلیت بفروشی، حق داری تور بری. ولی نیا بگو چون هنرمند اوبر کار میکنه، رستوران کار میکنه، پس هر نوع تبلیغ سیاسی برای کنسرت مجازه. این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. مگه نمیگه آقا برای من اسپانسر پیدا کنید و آقا شخصا من و تیمم حاضریم برای شما کنسرت رایگان بذاریم. این ویدیو من اینجا بمونه، شما داشته باش. من خودم درآمد داشتم از یوتیوبم، از تولید محتوا، از رسانه. ولی وقتی پول در میارم نمیام بگم که هر کسی درباره نحوه درآمد من سوال کرد ضد اتحاده. درآمد داشتن جرم نیست. شفاف نبودن، استفاده ابزاری از احساسات مردم مسئله است. اگر کسی واقعا این توانایی داره چرا که نه؟ آقا من نمیخوام، بخوره تو سرم اصلا. بیاید برنامه مجانی بذارید، تو خیابون بذارید، تو جنگل بذارید، نمیدونم تو دریا بذارید، من میام اجرا میکنم. اینجا دیگه یه سوال جدی پیش میاد. شما میگه اگه توان مالی داشتم خودم انجام میدادم. خب بسیار خوب، اما شما به عنوان خواننده معمولا قرارداد میبندی دیگه، درآمد اجرات رو میگیری، بلیت فروشی میره، نمیدونم کنسرت هست، اسپانسر هست، تور هست، تبلیغات هست. حالا اگه واقعا قصد کمک سیاسی و ملی بود، چرا قبل از این که بهت نقد بشه همین شفاف سازی رو نکردی؟ چرا قبل از این حمله نگفتی فلان درصد، فلان مبلغ، فلان درآمد، فلان کمک؟ چرا وقتی اعتراضات بلند شد ناگهان بحث فداکاری و هزینه و کمک اومد وسط؟ سوال من اینه اگه قرار بود پولی در مسیر انقلاب خرج بشه چرا از اول شفاف اعلام نشد؟ چرا وقتی نقد شدی تازه توضیح دادی؟ شفافیت بعد از فشار با شفافیت قبل از فشار فرق داره آقای شاهین نجفی. به کمپین سرباز شاه بپیوندید، نه فقط با گفتار که با عمل در عرصه توی میدان. منم کاملا موافقم که حرف تنها کافی نیست، اما عمل فقط کنسرت گذاشتن نیست. عمل یعنی شفافیت، عمل یعنی مرز گذاشتن بین مبارزه و تبلیغ. عمل یعنی اگر از اسم شاهزاده استفاده میکنی دقیق بگی برای چی. عمل یعنی اگر از شعار مردم استفاده میکنی مراقب باشی تبدیلش نکنی به ابزار فروش بلیت. سرباز شاه بودن یعنی حرمت این مسیر رو نگه داشتن، نه اینکه هر کسی نقد کرد بگیم داره تفرقه میندازه. سرباز شاه بودن یعنی اگر اشتباهی شد بگیم اشتباه شد، اگر تبلیغی بود اصلاحش کنیم، اگر معذرت شد برگردیم، نه اینکه بگیم چون ما در مسیر شاهزاده ایم پس کسی سوال نپرسه. این اشتباهه. لازم باشه اسلحه میگیرم لب مرزم در زمان مناسب، لازم باشه بالای استیجم. آره میرم رو استیج و این صحبت، این حرفا احساسی و نمایشی قشنگه، اما جواب سوال من نیست. من نپرسیدم اگر لازم باشه اسلحه میگیری دستت یا نه، من نپرسیدم روی استیج میری یا نه، من نپرسیدم کارتون موسیقی هست یا نه، من پرسیدم چرا از شعار پادشاهی برای تبلیغ کنسرت استفاده میکنی. همین. گاهی بعضیا وقتی نمیخوان به سوال اصلی جواب بدن جملات بزرگ میگن: جنگ، انقلاب، اسلحه، میدان، سرباز، امنیت، فداکاری، از جملاتی که پشتشون یه ترلی تحلیل و حرفه. ولی سوال من کوچیک و دقیق بود: جاوید شاه برای فروش بلیت کنسرت استفاده شده یا نه؟ اگر نمی کنید واضح بگید نمی کنم، اگر کردید بگید اشتباه بوده، اگر قبول دارید پس بگید از نظر شما استفاده تجاری از شعار سیاسی اشکال داره یا نداره. این همه چرخوندن دوره این موضوع، 13 دقیقه ویدیو ساختن، اینا همش مغلطه است. قضیه خیلی روشنه که فردا روز یه جایی ایشون رو دیدید، نفرات مشاور ایشون رو دیدید، شرمنده نشین بگی آقا ببخش من اشتباه کردم، نمیدونم زود قضاوتت کردم،
در مسیر نبودم. نه، من شرمنده نمیشم که از این یه اصل دفاع کردم. من اگر فردا شاهزاده رضا پهلوی رو ببینم با احترام میگم من از حرمت مسیر پادشاهی خواهی دفاع کردم. من گفتم عکس شاه یا شاهزاده ابزار فروش بلیت نیست. من گفتم شعار مردم سرمایه تبلیغاتی کسی نیست. من گفتم کسی حق نداره پشت اسم اتحاد نقد رو خفه کنه. من از نقد خودم شرمنده نمیشم. کسی باید شرمنده باشه که هر نقدی رو برچسب تفرقه زدن بدونه. کسی باید شرمنده باشه که به جای جواب دادن به اصل سوال منتقد رو برد سمت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. کسی باید شرمنده باشه که از اتحاد سپر ساخت برای فرار از پاسخ. اتحاد یعنی مسئولیت پذیری، نه مسئولیت از نقد. آیه شاهین نجفی، شما حق داری کنسرت برگزار، حق داری بلیت بفروشی، حق داری پول در بیاری، حق دارید بگید که من هنرمند سیاسی ام، حق داری از جمهوری اسلامی متنفر باشی، حق داری کمپین سرباز شاه را قبول داشته باشی. هیچ کدام از اینها محل دعوای من و محل انتقاد من نیست. محل دعوای من اینه شعار سیاسی رو خرج تبلیغات تجاریت نکن. عکس شاهزاده رو ابزار فروش بلیت نکن. اسم شاهزاده رو سپر نقد نکن. کمپین سرباز شاه رو تبدیل به پوشش تبلیغ کنسرتت نکن. هر منتقدی رو تفرقه انداز و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نکن. من با کنسرت مشکل ندارم، با سوء استفاده از احساسات سیاسی مردم مشکل دارم. من با هنرمند مشکل ندارم، با این مشکل دارم که هنرمند وقتی نقد میشه خودش رو پشت انقلاب قایم میکنه. من با اتحاد مشکلی ندارم، با اتحادی مشکل دارم که در اون فقط مردم باید ساکت باشن و چهره‌ها پاسخگو باشن. آیه نجفی، اگه واقعا در مسیر شاهزاده‌ای اولین اصلش باید شفافیت و مسئولیت پذیری باشه، نه اینکه هر کسی از تو پرسید این تبلیغ چرا این شکلیه جوابت این باشه تفرقه جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی شکاف نفاق. این حرف منه و این حرف منم هست همیشه. اگرم لازم باشه باز هم میگم جاوید شاه شعار فروش بلیت نیست. پادشاهی خواهی برند تبلیغاتی هیچکس نیست. شاه و شاهزاده برای ما ابزار مارکتینگ نیست، نماد یک مسیره. هر کسی واقعا به این مسیر باور داره باید حرمتش رو هم نگه داره. آقای نجفی، شما میگی 19 ساله داری کار سیاسی میکنی، قبول، ولی 19 سال سابقه سیاسی داشتن چک سفید امضا نیست. تو میگی هنرمندا سختی کشیدن، قبول، ولی سختی کشیدن مجوز استفاده تبلیغاتی از شعار مردم نیست. تو میگی اتحاد، قبول، ولی اتحاد یعنی کنار هم ایستادن، نه اینکه یکی با شعار مردم بلیت بفروشه و بقیه حق سوال کردن نداشته باشن. تو میگی سرباز شاه، قبول، ولی سرباز شاه اول باید حرمت نام شاه رو نگه داره. پس جواب من روشنه، کنسرتت رو بذار، بلیتت رو بفروش، خواننده‌ای بخون، اما شعار مردم رو خرج نکن. جاوید شاه تبلیغ کنسرت نیست. خیلی مخلص.